سلام بر تمام شما دوستای عزیزم که جور و صحتمند و سلامت باشین. خوش اومدین بچه‌ها در یک ویدیو دیگه تا چینل ما حیات کریمی. دوستا در این ویدیو براتون یک کریپتو پونینگ داریم. کریپتو پونینگ ما چه رقم است که چند وقت است ما در اکانت خودم چیاره پریمیوم کریپتو را جمع میکردم، یعنی کریپتو طلایی به گفته خودتون نامیانه تر. دیگه امروز قصد داریم بریم کلگیشون اوپن کنیم و نگفتن میگه که کلگیشون جمعاً 120 دانه است. یعنی خودتون میبینید در ویدیو 120 دانه است که یعنی میتونیم کارنامه‌اش گارانتی بگیریم و اگه اگان لاکی ما کشیدیم فهمیدیم در بینشان دیگه کارنامه‌اش در کریت داد دیگه بیخیتری خوبش میشه دیگه او که 3 تا متریال میشه دیگه کارنامه‌اش هم دوستا اگه خبر ندارین چه رقم کارنامه‌اش است پس تا آخر ویدیو ببینین که سعی کنین کدام کارنامه‌اش است که من او رو میگم دیگه سعی کنین یگان چانس مانس مرم سعی کنین که چه رقم هستم خوش شانس هستم یا نیستم. پس حتما ویدیو رو لایک کنین تا آخرش همراه ما باشید. خب دوستا قسمی که میبینین ما اکانت ما فعلا نامش تغییر خورده جواد ناصری است، چون که دیگه یک خبر بعدم در این ویدیو براتون میتم که ما اکانت خود سودا کردیم و اکانت دیگه پیش من نیست. دیگه در کامنت هم نوشته نکنین که آیا چند سودا کردی، با کی سودا کردی، ول چرا سودا کردی، توری نوشته مخصوص سودا کردیم دیگه اما قدر امروز کارش هم میکنم که کریپتو پونینگ میکنم، یعنی کریپتوش آواز میکنم براتون که ببینین چه رقم است چانس ما در این کریپتو. دیگه قسمی که میبینین لاک 50 تایی هم داره که میتونی اگر لاکی شدی کارنامه‌اش بکشی از داخلش. دیگه قسمت پولیش هم هست که میگه 120 دلار که بزنی گارانتی، خوب گارانتی میده که کارنامه‌اش دیگه. بسم الله گفته یک ازم داتایی شروع میکنیم دیگه. یک تایی نمیذارم تو داتایی میزنیم. داتایی اول است به افتخار کسایی که میال ویدیو رو لایک کردن. داتایی اول و بله در داتایی اول خودتون میفهمید که چیزی نیست، خب دیگهش هم گارانتی بود. این پوینت الماس متک فورجی خب گارانتی هست دیگه. داتایی دوم به عشق کسایی میزنم که سابسکرایب دارن چینل مرا، به عشق سابسکرایبرای چینل. بله خب چیزی نداد دیگهش هم خویی هم گارانتی بودی 15 تا دیگه 25 تا که میگه بزنی یک مینی متریال میته. خب این رقم دیگه داتایی سیوم میریم اوپن میکنیم. اما تو کسایی که همیال ویدیو رو سایل دارین این با نام شما هست دیگه. دیجی خوبش. خب داتایی چهارم هم میزنیم بریم ببینیم که چی میشه دیگه. این هم تو رو به خدا اوپن میکنیم ببینیم چی هست، چی میبره از داخلشو. و این چیز یعنی اینقدر چانس ازی خراب است که این چیز نمیشه. آرپیم هم 25 شد و خیرش. ما از اینجا یک کارنامه‌اش تا کار داریم. یگان کالمالای میتکم بتا بچه خوب است بد نیست میتک با کار میه. داتایی پنجم بود که چیز نداد والا که 50 تاییش هم فکر کنم که پرش شد. یالا که 50 تاییش پرش شد با داخل اوپن میکنیم. او را داخل اوپن میکنیم چی شد کریت شد دیگه. برم دیگه داتایی دیگه رو بزنیم که چی میشه. ما بچه ها نامگره نمیگرم کسی را چون خیلی و باز میمونن از لیست، از او خاطر باز دلبدگی و از یا پیش نباید دیگه. اینی داتایی را به افتخار کل اندیوالا چارگرد بغل میزنیم که ببینیم چی میشه. ایتو که میبینیم می چیز نمیشه. اگه قارم بیاره بچه هم یه اسکپکی میزنیم خب یک دونه اسکپ کنه میزنیم چیز نمیته. دومی اسکپ کنه میزنیم اورنامنت سویت بامبو اورنامنت بسیار خوبش جیجی اورنامنتش داد کلی بندشه. یکی دیگر نو اسکپ میزنیم. ویدیو رو بچه زیاد طولانی نمیکنم چون فقط یک کریپتو پونینگ که ساده است. ویدیو زیاد طولانی نشده. 100 تا خب 120 تا که شود. اینجا هم
کی 28. خب 2 دانه لک 50 تایی ما پره شده که را گفتم 120 تا که پره شد. باز رو اوپن میکنیم یعنی همه تو اوپن کنیم. بیا میره اوپن میکنیم که ببینیم چی میشه. خب از این کار چیزی هست سرپریسرش هست. کار 98 کار داریم و بعد در کار 98 بتیم دومی رو اوپن کنیم. اوپن شد دیگه. سکوپ 4 شد. خب خیر مشکل نداره. 20 تا دیگه داریم یعنی میتونیم گارانتی بگیریم بیشتر اینجا. بیا دیگه این نداد. یعنی اگر ایره چیز کنم اسکیپ بزنم ممکن یک کار 98 اما تو اول بتا یک کار 98 دیگه 120 تا گارانتی که شد بتا یعنی 3 تا متریال شه و این حال اسکیپ بزنم چیکار کنم چیکار کنم میره اسکیپ اکایی بزنم یا بیا یک 700 تا رو سریزی میزنم. اوکی اسکیپ خاموش میکنم. یک چند تا اسکیپ اکایی بود برای گرم کاری. 10 تایی آخر که گارانتی است دیگه. ده اینجا اینو باید کار 98 برای ما بته. جی کار 98 نامش هم چی رقم است؟ تیتانیوم شارپ کار 98 لول 1 یعنی جی دیگه. ما بچه ها که در یک اکاونتم اگه سعی کنین من اینجا براتون اینونتوری خودم نشان بدم که کار 98 آپگریدی نداشتم و این اولین کار 98 آپگریدی در اکاونتم است که اینالا دیگه ارزش اکاونت بالاتر میبره. قسمی که میبینید دوونت یکی M24 بود که M24 از این است. یکی دیگه هم از کار 98. تبریک ما باشه بچه ها. تبریک ما باشه کار 98 ما آپگریدی کردیم دیگه. این بود از این ویدیو. اگر از ویدیو خوشتان اومد لایک کنین، نظراتتان حتما در بخش کامنت بنویسین. دیگه صفحه اینستاگرام و تلگرام مرا اگر فالو ندارین لینکش در دیسکریپشن همین ویدیو یعنی در پایین ویدیو میمونم. حتما برین یک فالو بکنین پشیمان نمیشینو. دیگه اینجا براتون یک ابراهیم آبادم یک چیز میگه. بیا ابراهیم آباد بچیم. بیجان والا به خدا هر کسی که هست یک سابسکرایب کنه. اینا گپ وزیرم انجام بدین دیگه. تا یک ویدیو دیگه شما رو تک تان به خداوند یک تا مسپارم. مرجو هستین. جور صحتمند سلامت باشین. چاو. Give me a chain, rest in peace of my superior.